سلام. خیلی خوش اومدیم به کانال دیجی پول، جایی که بهتون روش‌های مختلف کسب درآمد رو آموزش میدیم. من محمد هستم و امروز قراره در مورد یه روش هیجان انگیز برای کسب درآمد صحبت کنیم. فقط با ویدیو دیدن، پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشین. قراره که فقط با ویدیو دیدن کسب درآمد بکنیم. انشاءالله که بتونم در ویدیوهای بعدی کنارتون باشم. پس حتما کانال ما رو سابسکرایب کنین که بریم ادامه ویدیو. شما کافیه که بیاین داخل payup.video، سایت payup.video و بعد از اینکه وارد سایت پیاپ شدین، اینجا بالا 3 خط رو میزنین، منو رو، و اینجا اکانت اگه نداشتین ساین اپ رو بزنیم و منتظر بمونین که صفحه براتون بالا بیاره. بعد از اینکه این صفحه براتون بالا اومد، اینجا باید یه دونه ایمیل بزنین، یه دونه پسورد، این کپچا رو هم حل کنیم، بعد اینجا ساین اپ رو بزنیم. ولی اگه میخوایم با اکانت گوگلتون وارد بشین، اینجا ساین اپ گوگل رو بزنیم و وارد سایت بشین. بعد از اینکه ثبت نام کردین، برای اینکه مجدد ورود بکنیم میتونین از این بخش استفاده بکنین. حالا من لاگین میکنم که براتون نشون بدم. خب وقتی ما داخل سایت شدیم، وارد شدیم، اینجا ما چند تا گزینه داریم که یکی بخش رفرال هست، یکی بخش پیات و یکی بخش ویدیو. حالا هر کدوم رو براتون مختصر توضیح میدم که متوجه بشید. اولیش بخش رفرال هست که از اسمش مشخصه. شما میایین بخش رفرال و پایین‌تر اینجا یه لینک دارین. اینو حالا میتونین بین دوستانتون پخش کنین و اونا وقتی ثبت نام کردن شما لولتون میره بالا، و وقتی لولتون میره بالا درآمد شما بیشتر میشه. بخش دومم بخش پیات هستش که شما از این بخش میتونید با حساب پیر و ترون، دوج کوین و بقیه برداشت خودتون رو انجام بدین. حالا مثلا انتخاب میکنین، بعد اینجا میگه که ولتتون رو وصل بکنین. برای وصل کردن ولت هم میاین میزنین بخش پروفایل و جنرال سیتینگ، بعد اینجا ولت رو میزنین و اینجا اگه از حساب پیر میخواین استفاده بکنین که لینک آدرس پیرتون رو بزنین، اینجا بقیه گزینه ها و ترون و دوج کوین. حالا هر کدوم که صلاح دونستین. من شخصا پیر رو انتخاب میکنم برای برداشت، ولی خب فرقی نداره. خب حالا برای اینکه کسب درآمد بکنیم از ویدیو دیدن، اینجا میایم بخش ویدیو و با فیلتر شکن هم باید وارد بشیم. بعد اینجا واچ ویدیو رو میزنیم و باید 15 ثانیه از ویدیو رو ببینین. یعنی بعد از اینکه رفتین روی ویدیو، الان من نشون میدم. شما وقتی وارد یوتیوب شدین، یعنی اینجا واچ ویدیو رو بزنین، وارد یوتیوب میشین اتوماتیک و براتون یه ویدیو نمایش میده. حالا هر بار یه ویدیو رو باید اگه تبلیغات داشت ویدیو، تبلیغات رو رد بکنین و بعد 15 ثانیه از ویدیو رو ببینین تا براتون درآمد رو حساب بکنین. خب حالا ما واچ ویدیو رو میزنیم و میریم داخل یوتیوب. خب اینجا ما الان 15 ثانیه رو ببینیم، دوباره برگردیم به سایت. خب ما 15 ثانیه از ویدیو رو دیدیم، حالا برمیگردیم به سایت. وقتی برگشتیم اینجا برای ما به همین راحتی درآمدمون رو داد و اگه میخواین دوباره باز ویدیوی بعدی بزنید نکست ویدیو، دوباره یه ویدیو جدید نشون میده که حالا من میزنم ببینیم. خب دوباره یه ویدیو جدید برامون نشون داد و باید اینم 15 ثانیه ببینیم تا برای ما درآمدمون رو بده. حالا اینجا هم درآمد ما رو نشون میده. خیلی راحت هستش کار باهاش و میتونین به راحتی ازش کسب درآمد بکنین و
کلا سایت راحتیه و خیلی راحت هم میتونین برداشت بکنین و سایت خیلی معتبری هستش. خلاصه همینه، امیدوارم که براتون خوب بوده باشه این ویدیو و به دردتون خورده باشه. انشالله قراره که ویدیوهای خیلی خفن‌تری بذاریم و حتما کانال ما رو سابسکرایب بکنیم و خلاص که بتونیم در خدمت شما باشیم انشالله. دمتون گرم، خدا نگهدار.